بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبي الأمين وإمام الموحدين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، در هفتمین حلقه از کتاب الابانة الصغرى امام ابن بطه رحمه الله تعالی هستیم. دوستای عزیز، تا حدیث شماره 29 خواندیم. احادیث را امروز میخوانیم که از حدیث نمبر 30 است. ابن بطه رحمه الله در اینجا حدیث را آورده از رسول صلی الله علیه وسلم که فرمودن کلاب النار اهل البدع، اهل بدعت اینها سگان آتش هستند، سگان دوزخ هستند. حدیث با این لفظی که ابن بطه رحمه الله ذکر کرده است ضعیف است، لیکن حدیثی که مشهور است و ائمه اهل سنت و حدیث حسن دانستن و حدیث بعضی تصحیح کردن، حدیثی است که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن الخوارج کلاب النار، خوارج سگان آتش هستند، که امام احمد در مسند خود و ترمذی در سنن خود و ابن ابی عاصم در کتاب السنه و عبدالله در کتاب السنه روایت کردند و ترمذی حدیث حسن دانسته و حاکم را تصحیح کردند. لیکن ابن بطه رحمه الله در اینجا آورده که اهل بدعت سگان آتش گفته، اما چیزی که رسول صلی الله علیه و سلم گفتن که الخوارج کلاب النار، ابن بطه رحمه الله در مورد کل اهل بدعت ذکر کردگی است و آنچه که ابن بطه رحمه الله ذکر کردگی است موافق می باشه با فهم تابعین رحمهم الله تعالی. تابعین که از همه احادیثی که در مورد خوارج آمدگی است، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه، همین حدیثی که از به کل اهل بدعت تطبیق میدادن. در نزد ایوب سختیانی رحمه الله یک نفر از عمرو بن عبید یاد کرد که عمرو بن عبید امام قدریه بود، قدر انکار میکرد، پیشوایشان بود و خیلی مجتهد بود، فقیه بود، خیلی میدانست، لیکن کافر بود، قدر انکار کرده بود. در نزد ایوب سختیانی که یکی از تابعین صغار می باشه رحمه الله، برش گفتن که عمرو بن عبید توبه کردگی است. ایوب سختیانی رحمه الله گفت نه و هرگز توبه نمیکنه. 2 بار 3 بار تکرار کردن و در هر بارم ایوب سختیانی میگفت که نه توبه نکرده. ایوب سختیانی رحمه الله همین حدیث رسول صلی الله علیه و سلم خواند، حدیثی که در مورد خوارج گفته شده یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه، از دین بیرون میشن مثل که تیر از کمان بیرون میشه. چه قسمی که وقتی که تیر از کمان بیرون شد امکان نداره که دوباره برگرده از همون جایی که بیرون شده. به همون شکل بدعتی وقتی که بدعت را مرتکب میشه به همون شکل از دین بیرون میشه و امکان نداره که دوباره به او برگرده. و از ائمه سلف اقوال زیاد نقل است که اونا میگفتن که الله سبحانه و تعالی به بدعتی که از توفیق توبه را نمیده. امام احمد رحمه الله میگه که الله سبحانه و تعالی به اهل بدعت که از بدعتی توفیق توبه را نمیده، برش توبه را آسان نمیکنه. فضل ابن زیاد میگه که من به امام احمد گفتم که شراک کسی می باشه که در لفظ قرآن صحبت کردگی است، گپ زدگی است، گفتگی است که لفظ من به قرآن مخلوق است. میگه به امام احمد گفتم که انه قد تاب و رجع، و توبه کرده و از قولش رجوع کرده. امام احمد گفت کذب، دروغ است، لا يتوب هؤلاء كما قال ایوب اذا مرق احدهم لم يعد فيه او نحو هذا. امام احمد رحمه الله گفت دروغ است این مسئله، ای توبه نکردگی است. گفت لا يتوب هؤلاء، گفت اینا توبه نمیکنن. گفت چنانچه ایوب سختیانی گفتگی است اذا مرق احدهم، اینا وقتی که از دین بیرون میشن و بدعتی را که مرتکب شدن اینا از دین بیرون میشن مثل که تیر از کمان بیرون میشه. چه قسمی که گفتم تیر امکان نداره دوباره به کمان برگرده، به همون شکل امکان نداره که اینا به سنت برگردن، به حق برگردن. و امام دارمی رحمه الله در کتاب النقد میگه و كذلك قال الاوزاعي لبعض اهل البدع اذا انتقلوا من رأي الى رأي انكم لا ترجعون عن بدعة الا تعلقتم باخرى هي اضر عليكم منها. دارمی رحمه الله از امام شام امام اوزاعی رحمه الله نقل میکنه که او به اهل بدعت میگفت که شما توفیق توبه را پیدا کردن نمیتونین، برای شما هرگز توبه میسر نمیشه. شما اگر یعنی به زعمتون توبه هم بکنین، توبه شما قسمی است که از یک کفر برمیگردن به یک کفر دیگر، از یک بدعت برمیگردن به یک بدعت دیگری که بر شما خطرناکتر میباشه. مثل که ابوالحسن اشعری زندیق کافر او 40 سال معتزلی بود، و کافر نجس 40 سال معتزلی بود، قرآن مخلوق میگه. بعد از 40 سال به زعم خودش توبه کرد، از اعتزال توبه کرد، لیکن چی کرد؟ آمد گفت که این قرآنی که در بین ماست
گفتی قرآنی که در بین ماست با قرآنی که در نزد الله فرق داره. گفتی اصلا قرآن نیست، این مصحفی که در بین ماست، این آیات قرآنی که هست در سینه های ما حفظ است و تلاوت میکنه و نوشته میکنه و میبینیم. گفتی اصلا قرآن نیست. اما در زمان اعتزالش میگفت که قرآن است، میگه قرآن است لیکن مخلوق است. لیکن زمانی که به زعم خودش از اعتزال توبه کرد، از معتزلی بودن توبه کرد، آمد به این مسئله که قرآن اصلا قرآن نیست. گفت آنچه که این هست کلام جبرئیل است. اعوذ بالله، اعوذ بالله. و همین شکل در زمان عمر بن عبدالعزیز رحمه الله یکی از بانیان قدر بود به نام غیلان که عمر بن عبدالعزیز او را گرفت و او تقیه کرد، کفر خود پنهان کرد، اسلام خود در نزد عمر بن عبدالعزیز آشکار کرد. لیکن بعد از او تقریبا در زمان هاشم بود، هاشم بن عبدالملک بود که در اون زمان باز کفر خود آشکار کرد. باز او را گرفتن، همونجا زبانش قیچی کردن، دست پایش بریدن و قتلش کردن. از او خاطر شما کم بدعتی را پیدا میکنین که او توفیق توبه را پیدا کرده بتونه یا واقعا توبه بکنه. خیلی کم اگر پیدا شه که الله تعالی اگر بر کسی رحم کرده باشه. از او خاطر اهل بدعت که از کلشان خوارج هستن. چنانچه ابن بطه رحمه الله در عقیده خود نقل میکنه، میگه و من السنه و تمام الایمان و کماله. از سنت ای است کسی که خود سنی میگیره، پیرو سنت میگیره و میخواد که ایمانش کامل شه و به اتمام برسه. ای است میگه که البراءة من كل اسم خالف السنه و خرج عن اجماع الامه و مباینه اهله و مجانبه من اعتقده و التقرب الى الله عز وجل بمخالفته، وذلك مثل قولهم الرافضه والشيعه والجهميه والمرجئه والحروريه والمعتزله والزيديه والاماميه. همین شکل دیگه طایف اهل بدعت میاره. سنت و تمام ایمان و کمالش ای است که انسان مسلمان باید بیزاری خود اعلام بکنه از هر اسمی که مخالف شدگی است با سنت و از اجماع امت خارج شده، از او خود دور بگیره، از اهلش دور بگیره و او اعتقادی که آنها دارن دور بگیره و به الله تقرب بجویه با مخالفت آنها. ببینید ابن بطه رحمه الله کل از اینا در یک قطار ذکر میکنه، میگه روافض، شیعه، جهمیه، مرجئه، حروریه که خوارج بودن، معتزله، زیدیه، حلولیه، منصوریه، واقفه، قدریه و دیگه طایف اهل بدعت ذکر میکنه. ابن بطه رحمه الله میگه که این طوایف اهل بدعتی که نام میبره و میگه و امثال از اینا کسایی که به مینا نزدیک هستن و امثال اینها میباشن، اینا میگه اقوال زشتی دارن، مذاهب بدی دارن که تخرج اهله عن الدین، که اهلش از دین بیرون میکنه و من اعتقده عن جمله المسلمین، و از جمله مسلمان ها اینا رو بیرون میکنه. باز نقل میکنه هر کدامش نامهایشان ذکر میکنه که پیشوایانشان چه کسانی بودن. به می شکل آیاتی که در سوره آل عمران آمدگی است، الله سبحانه و تعالی در اونجا بیان کرده ولا تکونوا كالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم. شما نباشید از کسانی که تفرق کردن و اختلاف آوردن بعد از اینکه دین برایشان آمد، آشکار همه چیز بیان شد. باز در ادامه الله تعالی میفرماید یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، روزی که چهره های سفید و چهره های سیاه میگردن. فاما الذين اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اما کسایی که چهرهایشان سیاه میشه در روز قیامت، برشان گفته میشه که آیا کافر شدن بعد از ایمانتان؟ اکفرتم بعد ایمانکم، آیا شما کافر شدن بعد از ایمانتان؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس بچشید عذاب را به سبب کفری که کردگی هستن. ابن عباس رضی الله عنهما در تفسیر آیات میفرماید که این آیات که در مورد اهل بدعت نازل شدگی است و ابی امامه باهلی رضی الله عنه میفرماید که این آیات در مورد خوارج نازل شدگی است که اکفرتم بعد ایمانکم، کافر شدن بعد از ایمانتان. و به همین شکل امام مالک رحمه الله میفرماید که این آیات در مورد اهل قبله این امت نازل شدگی است، یعنی کسانی که اهل قبله هستن. به اصطلاح امروز اهل مرجئه میان، جهمیه میان، میگن که اینا اهل قبله هستن، تکفیر نمیشن. ابن تیمیه میگه که ماتریدیه و اشعریه اینا تکفیر نمیشن در با وجود کفریاتی که دارن. بیان میکنه که اینا ملحدین هستن، اینا الحاد دارن، کفر دارن، چی دارن. در آخر بیان میکنه میگه اینا تکفیر نمیشن چون اهل قبله هستن. یعنی روافض هم اهل قبله هستن، جهمیه اهل قبله هستن، خوارج، قدریه، کل از این طایف اهل بدعت که کلشان اهل قبله هستن. و امام مالک رحمه الله میفرماید این آیات کس در مورد اهل قبله امت نازل شدگی است، کسانی که در مسائل اعتقادی بدعتی را انجام میدن که مخالفت با الله و رسول و منهج مؤمنین، منهج مسلمین میکنن، که الله سبحانه و تعالی به اونا فرمودگی است اکفرتم بعد ایمانکم، آیا کافر شدن بعد از ایمانتان؟ میبینیم در اینجا ابن بطه رحمه الله حدیث را که آوردگی از کلاب النار اهل البدع. گفتیم حدیث به همین مضمون، به همین لفظش ضعیف است، لیکن اگر معنایش ببینیم در بین تابعین و در بین علمایی که بعد از اونها بودن همه مشهور بود و ائمه اهل سنت هر بدعتی را که از خوارج میدانستن. چنانچه در کتاب القدر از امام فریابی نقل است که از سلام ابن ابی مطیع رحمه الله نقل کرده، میگه کان ایوب یسمى اصحاب البدع كلهم خوارج.
میگه ایوب سختیانی رحمه الله اهل بدعت کلشان خوارج میگفت و یقول میگفت ان الخوارج اختلفوا فی الاسم و اجتمعوا علی السیف، یعنی همهشون در مقابل مسلمان ها جمع شدن، کلشان مسلمان ها رو تکفیر میکنن. قدریه عالم جهمیه کس جهمیه میگن نووی ابن حجر اینا در کتابایشان گفتگی هستن. این قرطبی کافر زندیق هم در کتابش گفتگی است در تفسیری که داره. اینا در اونجا گفتن هر کسی بگه که الله تعالی در آسمان است، الله تعالی بالای عرش است، گفتن این کافر است. و اینا کس اهل سنت کفار میدانن. قرطبی کافر زندیق میگه که اینها مثل بت پرستا هستن، اینا میگه باید توبه داده شون، اگه توبه نکردن باید اینا قتل شون. کی را میگه؟ مسلمان ها را میگه، اهل سنت میگه، کسانی که میگن الله تعالی بالای عرش است. قرطبی میگه کسانی که عقیده دارن که الله بالای آسمان است، میگه اینا باید توبه داده شون، یعنی از کفر میگه اینا باید توبه داده شون. میگه اینا مثل بت پرستا هستن. میگه اعوذ بالله اعوذ بالله. و مرجئه به شکل هستن. مرجئه کس اهل سنت کس اینا میگن اینا در ایمانشان شک کردگی هستن، چون اهل سنت استثناء در ایمان قائل هستن. میگن که کسی را مؤمن بگه میگه ان شاء الله فلانی مؤمن است، ان شاء الله ما مؤمنین هستیم. مرجئه میگن شما در ایمانتان شک دارین. کل امی طوایف اهل بدعت که بگیریم اینا کس اهل سنت تکفیر میکنن، اهل سنت کفار میدانن. لیکن کسایی هستن امروز در زمان ما، کسایی هستن که خود به منهج سلف نسبت میتن، به منهج اهل حدیث نسبت میتن. میانی اهل بدعت کس ای جهمیه را، ای نووی و ابن حجر و قرطبی و امثال از کفار کس ایره تاج سر خود درست میکنن، امامای خود درست میکنن، در حالی که او کس او اینا را کافر میدانن. نووی، ابن حجر، قرطبی و امثالش اینا میگن هر کس بگه الله در آسمان است کافر است. لیکن او کسی که عقیده به این داره که الله تعالی بالای آسمان است، میای اینا رو دوست خود میگیره، اینا رو ولی خود میگیره. این چقدر ذلت است، چقدر پستی و ذلت و خاری است که یک نفر تو رو کافر بدانه، خون تو رو حلال میدانه، لیکن تو او را از امام خود میدانی، شیخ خود میدانی، از او دفاع میکنی. و در حدیث شماره 31 ابن بطه رحمه الله حدیثی از رسول صلی الله علیه و سلم نقل کرده که فرمودن من وقر صاحب بدعت فقد اعان على هدم الاسلام. کسی که یک صاحب بدعت، یک بدعتی را کس تعظیم بکنه، توقیر بکنه، یعنی او را مدح بگویه، ثنا بکنه، مردم نصیحت بکنه که بگه عقیده از را گوش بکنه، درسای از را گوش بکنه، میگه فقط اعان علی هدم الاسلام، برای نابودی اسلام کس کمک کردگی است، یاری دادگی است. حدیث با همین لفظش از رسول صلی الله علیه و سلم به صحت نرسیده، ثابت نشدگی است، لیکن از تابعین و از صحابه که زیاد ثابت شدگی است. معاذ و عبدالله ابن بصر و ابی سعید خدری و ابن عباس رضی الله عنهم اینا کسی حدیث روایت کردگی هستند. و از ابراهیم ابن میسره روایت شده. از تابعین هم کسایی که مشهور هستند روایت کردن ابراهیم ابن میسره، امام اوزاعی، سفیان ابن عیینه، ابراهیم ابن ادهم، ابو اسحاق الحمدانی و حسن البصری و فضیل و محمد ابن مسلم و اینا کس به همین شکل همین اقوال زیاد گفتگی هستند. لیکن از خود رسول صلی الله علیه و سلم این حدیث به درجه حسن ثابت نشده است. اگر معنیش بگیره معنیش حقیقت است. چرا؟ چون کسی که اهل بدعت که تعظیم میکنه و توقیر میکنه، اونها را عزت میده، واقعا برای نابودی اسلام کوشش کرده است. وقتی که اهل بدعت احترام کردی و اونها را توقیر کردی، عزت دادی و سنت خاموش میشه، به همین شکل معنیش درست است که فقط اعان علی هدم الاسلام، برای نابودی اسلام که تلاش کرده است، کوشش کرده است. و فضیل ابن عیاض رحمه الله میگه من اتاه رجل فشاوره فدله علی مبتدع فقد غش الاسلام. اگر کسی در نزد یک مرد آمد و او مشوره داد، راهنمایی کرد به یک مبتدع، گفت که برو از فلانی بدعتگزار که از یک نفر نام گرفت که بدعتی بود، که برو از مشوره بگیر، میگه فقط غش الاسلام، این به اسلام خیانت کردگی است. واحذر الدخول على اصحاب البدع فانهم يصدون عن الحق. فضیل رحمه الله میگه که بترسین از داخل شدن در نزد اهل بدعت، زیرا آنها که هستن مردم از حق دور میکنن. و فضیل رحمه الله میگه لا تجلس مع صاحب بدعت فانی اخاف ان تنزل عليك اللعنه. میگه نشین با بدعتی، نشین با اهل بدعت، میگه به خاطر که من میترسم که بر تو لعنت نازل شود. و فضیل رحمه الله میگه من احب صاحب بدعت احبط الله عمله و اخرج نور الاسلام من قلبه. میفرماید که اگر کسی بدعتی رو دوست خود بگیره، الله تعالی اعمال از او نابود میکنه و نور اسلام که از قلبش دور میکنه. و فضیل رحمه الله میگه که صاحب البدعه لا تأمنه على دینک، بر کسی که بدعتی است بر او اطمینان نداشته باش، بر دینت، یعنی مسائل دینی از او هیچ وقت پرسان نکن. ولا تشاوره فی امرک، و در امورات خود از او مشوره نگیر. ولا تجلس الیه، و در نزد از او ننشین. فمن جلس الی صاحب بدعه ورثه العمى، کسی اگر در نزد اهل بدعت بشینه، او کس نابینایی را ارث میبره، حق دیگه دیده نمیتونه، بر قلبش مهر زده میشه، حق دیگه دیده نمیتونه. و فضیل رحمه الله میگه برای الله ملائکه است که آنها در جستجوی حلقات ذکر هستن، حلقاتی که ذکر الله سبحانه و تعالی شود. میگه که ببین که مجلس تو با کی هست، لا یکون مع صاحب بدعه، هوش کرده باشه که مجلست با اهل بدعت نباشه، زیرا که الله سبحانه و تعالی با اونها نگاه نمیکنه. و میفرمایه که علامه نفاق
نشانه نفاق است که ان یقوم الرجل و یقعد مع صاحب بدعه، یک نفر بشینه و بخیزه با کی؟ با کسی که از اهل بدعت است، با او بخیزه و بنشینه. میگه این انسان منافق است. علامه نفاق در این انسان که پیدا شدگی است. و فضیل رحمه الله میفرماید ولا يمكن ان يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعه الا من النفاق. امکان نداره که یک صاحب سنت، کسی که خود سنی میگیره، با یک بدعتی که از خود میلان بکنه و او را دوست خود بگیره، الا من النفاق، مگر یک انسان منافق شدگی است. هیچ امکان نداره میگه بجز از یک انسان کس منافق شدگی است. و حدیث نمبر 33 که میخوانیم حدیثی از ابن مسعود رضی الله عنه روایت کرده، میفرماید خط لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم یوما خطا فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. رسول صلی الله علیه وسلم یک روزی بر ما خطی را رسم کردن و گفتن که این راه الله است. سپس خطهای در طرف راست و در طرف چپ رسم کردند و گفتن هذه سبل، این راه ها می باشه، على كل سبيل منها شیطان يدعو إليه، در هر طرف راه از شیطان می باشه که دعوت میکنه. سپس تلاوت کردن این آیه را، آیه که در سوره انعام آیه 153 است. الله سبحانه و تعالی فرموده و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، این راه ما راه راست است که از این پیروی بکنین. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله، از راه ها پیروی نکنین، از راه ها از سبل پیروی نکنین که شما را از راه متفرق میسازه، شما را جدا میسازه. یعنی الخطوط التي عن يمينه و يساره، از این راهایی که طرف راست و طرف چپ می باشه، از این راه ها کس پیروی نکنین. چرا؟ در این راه ها کس شیطان می باشه که شما را دعوت میکنه. حدیث دیگه که میخوانیم حدیث شماره 33 است که عایشه رضی الله عنها میفرماید رسول صلی الله علیه و سلم یک روزی آیه 7 سوره آل عمران تلاوت کردند که الله تعالی فرموده هو الذی انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأویله. که الله تعالی بر شما کتاب نازل کردگی است که در این آیات محکمات می باشه که ما در درس قبلی بیان کردیم. آیات محکمات که آیات محکمات که از الکتاب است و اخر متشابهات و آیاتی هم هستند که آیات متشابهات می باشه. الله سبحانه و تعالی گفتگی است آیات متشابهات آیات منسوخات است، آیاتی که منسوخ شدگی است حکم عمل کردن به او. یا آیاتی هست که معنای از را فهمیدنش ممکن نیست الا بالسنه، مگر که احادیث ببینی و اقوال صحابه را ببینی، عمل صحابه را ببینی که از آیات تفسیر آیات معنای آیات بفهمی. اما کسانی که در قلبهایشان بیماری است اینا پیروی میکنن از آیات متشابه به خاطر که فتنه را برپا بکنن. در زمان عمر رضی الله عنه یک نفر به نام سبیغ، یک جوان بود، آمده بود در مدینه. این دنبال آیات متشابه میگشت که آیات متشابه پیدا بکنه و پرسان میکرد از هر کس. به عمر رضی الله عنه گزارش دادن که یک نفر آمدگی است همین قسم کار داره، گفت که ایره بیارن در نزد من. و قبل از او عمر رضی الله عنه یک بسته چوب آماده کرده بود، گفت ایره گیر بیارم از قدش کار دارم. او را آوردن. عمر رضی الله عنه گفت که تو کی هستی؟ گفت من بنده الله سبیغ هستم. و عمر رضی الله عنه گفت من بنده الله عمر هستم. گرفت ایره خوب لط کرد، ایتو میزد که از سر و صورتش خون میریخت تا نوک پایش مکمل همین پاهایش که از خون آلود شده بود. خیلی او را لط کرد و او گفت که یا امیرالمومنین الهام که گفت بس از گفت دیگه هر چیزی که در سرم بود گفت رفت، گفت دیگه فراموش کردم. عمر رضی الله عنه گفت این بار آخر تو باشه که دنبال آیات متشابهات بگردی و آیات متشابه را پیدا بکنی. با مردم هم امر کرد که از این دور باشن. دیر از مدینه بیرون کرد. این باز در عراق آمد. در عراق هم به نامه نوشت عمر رضی الله عنه که این در هیچ مجلس نگذارن. راوی روایت میکنه میگه که اگر مردم میدیدن، مردم که مثلا چند نفر در یک مجلس نشسته هستن، حتی 20 نفر 30 نفر، میدیدن که سبیغ هی میای طرف آنها که از همه مجلس ترک میکردن و پیروی از عمر رضی الله عنه. در هیچ مجلسی سبیغ راه نمیدادن، با او نمینشستن. و در زمان خوارج که وقتی که خوارج خروج کردن حروریا، با سبیغ گفتن که چی میگی در مورد از اینا؟ یاد کرد گفت الله رحم کنه و بنده الله عمر بر من خیر بسیار بزرگی کرد، مرا لط کرد، لیکن اون بر من بسیار خیر بزرگی بود که من پیش نرفتم. اگر پیش میرفتم این خیلی مسائل که از از متشابهات پیدا میکرد، مثل که خوارج آمدن از آیات متشابه و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، از این آیات استدلال کردن و صحابه را تکفیر کردن. علی رضی الله عنه، معاویه رضی الله عنه صحابه ها را تکفیر کردن. سبیغ میگه که کاری که عمر رضی الله عنه بر من کرد بهترین کار بود، بهترین خیر بود که بر من رساند. اگر او کار نمیکرد من امروز میگه شاید مثل از اینا در فتنه ها گرفتار میشدم. خب حدیث میخوانم، ادامه حدیثی است که عایشه رضی الله عنها میگه رسول صلی الله علیه و سلم آیات تلاوت کردند
کردند و می گفتند اذا رأیتم الذین یجادلون فیه فهم الذین عن الله فاحذروهم. فرمودند اگر شما کسانی را دیدین که از آیات متشابهات پیروی میکنن و آیات در مجادله میکنن، نزاع میکنن در آیات، بفهمین که منظور الله سبحانه و تعالی اموناست. این الله سبحانه و تعالی امونا را قصد کردگی است، از اونها دور باشین. فاحذروهم، از اونها دور باشین. حدیث صحیح است که بخاری و مسلم روایت کردگی هستند. حدیث دیگه که میخوانیم در شماره 34 حدیثی است که امام ابن بطال آورده. رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل ثم قرأ ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. حدیث است که امام احمد و امام ترمذی و ابن ماجه اینا در روایت کردن و ترمذی و حاکم که از حدیث صحیح دانستگی است. میفرمایند قوم گمراه نشد بعد از هدایت مگر اینکه جدل کردن در مورد آیات قرآن. در مورد آیات قرآن که از نزاع کردن، جدل کردن، از پیش خود رأی دادن، نظر دادن. بر ما و شما لازمی است که برادرها آیات قرآن به فهم سلف ترجمه بکنیم. آیات و احادیث رسول صلی الله علیه و سلم به فهم صحابه و تابعین تفسیر میشه. چه قسمی که صحابه و تابعین که از این آیات از این قرآن فهمیدن به همین شکل تفسیر میشه، چنانچه در درس‌های قبلی کثیر بیان کردیم. حدیث دیگه که میخوانیم از رسول صلی الله علیه و سلم است که ابن بطال آورده المتمسک بسنتی عند فساد امتی له اجر 50 شهیدا. رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند چنگ زننده به سنت من، کسی که به سنت من تمسک میجویه، چنگ میزنه در زمانی که امتم در فساد میباشن، اجر 50 شهید میگیره. حدیث به می لفظی که آمدگی است، به می لفظ حدیث مرسل میباشه و از سندش منقطع است. لیکن احادیث دیگه که آمده این حدیث تایید میکنه. حدیثی است که ابن مسعود رضی الله عنه روایت کرده که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند ان من ورائکم زمان صبر للمتمسک فیه اجر 50 شهیدا. بعد از شما زمانهای میاد که باید صبر بکنین. کسی که چنگ میزنه در روز به سنت ما چنگ میزنه برش اجر 50 شهید است. عمر رضی الله عنه گفت یا رسول الله منا او منهم، ای اجر 50 نفر از آنهاست یا از ماست؟ فرمودن منکم، از جمله شماست. و این حدیث صحیح است. حدیث دیگر است که امام ابو داود و ترمذی و ابن ماجه از ابی ثعلبه الخشنی رضی الله عنه روایت کردند که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند من ورائکم ایام الصبر، از پشت سر شما روزهایی است که باید صبر کرد. الصبر فیه مثل قبض علی الجمر، صبر در روز که مثل از است که آتش که از به دست خود بگیری. للعامل فیه مثل اجر 50 رجلا یعملون مثل عمله، که عمل کننده در روز کسی که به او سنت عمل میکنه برش اجر 50 نفر است. پرسیده شد یا رسول الله اجر 50 منهم، آیا اجر 50 نفر از بین خودشان؟ فرمودن اجر 50 منکم، بلکه اجر 50 نفر از شما. و این حدیث صحیح است، این روایت کردگی است. این به این معنا نیست که یعنی کسی در زمانی که امت به فساد میرسه، در فساد امت کسی به سنت رسول صلی الله علیه و سلم چنگ بزنه، یعنی فضیلتش از صحابه بالا باشه یا مقامش از صحابه بالا باشه. کسی این رقم گمان بکنه این خطا کردگی است، به خاطر که رسول صلی الله علیه و سلم در احادیث دیگه فرمودن لا تسبوا اصحابی، شما صحابه مرا دشنام نزنین. فوالذی نفسی بیده لو انفق احدکم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه. قسم به الله یکی از شما به اندازه کوه احد طلا باشه به او را انفاق بکنه، صدقه بکنه در راه الله، به اندازه یک مشت یا نصف مشتی که صحابه انفاق کردگی اصلا به اون نمیرسه. الله اکبر، الله اکبر. یعنی در بیان فضیلت باشه هیچ کسی با صحابه برابر شده نمیتونه، چرا که الله سبحانه و تعالی رضایت خود را از اونها اعلان کردگی است. و از باب دیگری که ببینیم رسول صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودن کسی که یک سنت میمانه و مردم که از سنت پیروی میکنن، سنت نشر میکنن، کسی که ابتدا سنت نشر میکنه و کسایی که بعدها میان از اون پیروی میکنن و او را نشر میکنن و اجر کسانی که میکنن و به خودشان هم میرسه و او کسی که این سنت نشر کرده است به اون میرسه. سنت رسول صلی الله علیه و سلم چی کسی نشر کرد؟ همین احادیث چی کسی نشر کرد؟ همین دین چی کسی بر ما شما آورد؟ آیا صحابه آوردن و کسای دیگر آوردن؟ پس امروز اگر کسانی الله سبحانه و تعالی به اونها رحم کرده باشه و فضل خود شامل حال اونها کرده باشه، اینها به سنت رسول صلی الله علیه و سلم چنگ بزنن، به سنت صحابه چنگ بزنن و اجر 50 نفر از صحابه داده شوه، همین اجر کس باز چندش به صحابه داده میشه. الله اکبر. و این فضیلت است که الله تعالی کس به او صحابه دادگی است. الله تعالی صحابه رسول صلی الله علیه و سلم به این شکل اختیار کردگی است. یعنی کسی نمیتونه بگه که چرا اونها این قسم شدن چرا بر ما داده نمیشه. الله تعالی میگه اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاه الدنیا. آیا آنها که از رحمت رب تو را تقسیم میکنن که یعنی به چی کسی چقدر داده شو به چی کسی چقدر؟ نه، الله تعالی میگه ما تقسیم میکنیم، ما به هر کسی که فضیلت دادیم. الله سبحانه و تعالی بر عرب فضیلت دادگی است، الله سبحانه و تعالی بر قریش فضیلت دادگی است نسبت به سایر اقوام. این فضیلت است که الله تعالی برشان دادگی است، یعنی کسی انکار کردن نمیتونه. هدف ما بود کسانی که امروز مسلمان ها و مؤمنینی که الله سبحانه و تعالی اینا را انتخاب
کرده باشه، اختیار کرده باشه. امروز اینا اگر سنت را انجام بدن، اینها امروز اگر سنت را انجام بدن که اجر 50 نفر از صحابه را بگیرن و در همین اجرم که صحابه شریک هستند. و حدیث دیگه است که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن: المتمسک بدینه عند فساد الناس كالقابض على الجمر. چنگ زننده به دین خود، کسی که دین خود میگیره در زمانی که مردم در فساد هستند، این مثل کسی است که آتش که از به دست خود گرفتگی است. این زمانی که ما و شما میبینیم والله. و در حدیث دیگه است که ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده در مسند احمد، رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن: ویل للعرب من شر قد اقترب. وای بر عرب باشه از شری که بسیار نزدیک شدگی است. فتنن که قطع اللیل مظلم. فتنه‌ای که مثل شب تاریک می باشه. یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا. نفر صبح مسلمان است، شب کافر است. یبیع قوم دینهم بعرض من الدنیا قلیل. مردم که از دین خود به بهای بسیار اندکی از دنیا کس میفروشن. المتمسک یومئذ بدینه کالقابض علی الجمر. چنگ زننده در روز کسی که به دین خود چنگ میزنه، دین خود محکم میگیره، مثل کسی است که آتش به دست خود گرفتگی است. و حدیث دیگه که ابن بطال رحمه الله و رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن: المتمسک بدینه فی الحرج کالمهاجر الی. چنگ زننده به دینش در زمان حرج، یعنی حرج یعنی زمانی که اختلافات میشه، قتل خونریزی ها میشه، کسی که به دین خود چنگ میزنه کالمهاجر الی، مثل کسی است که به طرف ما هجرت کردگی است. و در حدیث دیگه رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن: بدأ الاسلام غریبا و سيعود غریبا کما بدأ فطوبى للغرباء. اسلام با غربت آغاز شد، با غریبی آغاز شد، و سيعود غریبا کما بدأ، و دوباره غریب میشه مثل که از ابتدا آغاز شده بود. فطوبى للغرباء، پس خوش به حال غربا باشه. از رسول صلی الله علیه و سلم پرسیده شد: یا رسول الله من الغرباء؟ این غربا چه کسانی هستند؟ فرمودن: الذين اذا فسد الناس صلحوا. این غربا کسانی هستند زمانی که مردم فاسد میشن اینا اصلاحات میارن. الله اکبر. و آجری رحمه الله در کتاب الغرباء نقل میکنه که از رسول صلی الله علیه و سلم پرسیده شد: و من الغرباء یا رسول الله؟ این غربا چه کسانی هستند؟ در اینجا فرمودن: النزاع من القبائل. چیده شده ها از قبیله ها میباشن، یعنی از هر قبیله چند نفر، از هر قبیله یک نفر، دو نفر، سه نفر. الله اکبر، الله اکبر. این زمانی که امروز ما میبینیم، یعنی موحدین آنقدر اندک هستن، آنقدر قلیل هستن که از هر طایفه میبینیم که چند موحد پیدا میشه. از هر طایفه، از هر ملیتی، از هر قومی چند موحد اگر پیدا شود به این قسم است. چه قسمی که در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم بیان کردن: النزاع من القبائل. کسانی که از قبیله ها یک نفر، دو نفر انتخاب شدن، چیده شدن. و در حدیث دیگه رسول صلی الله علیه و سلم غربا را میگن که اناس صالحون قلیل فی ناس سوء کثیر. مردمای صالحن، این غربا کس مردمای صالح هستن لیکن اندکن، در بین مردمانی که سوء، مردمان بد، کثیر، مردمان بسیار زیاد. من یعصیهم اکثر مما یطیعهم. کسانی که نافرمانی اونها را میکنن، مخالفت اونها را میکنن، بسیار هستن از کسانی که فرمانبرداری از اونها میکنن، اطاعت از اونها را میکنن. و در حدیث دیگه که عبدالله ابن عمرو روایت میکنه که میفرماید: احب شیء الی الله الغرباء. محبوب ترین چیز در نزد الله که از غربا میباشن. از او پرسیده میشه از عبدالله ابن عمرو: و ما الغرباء؟ غربا چه کسانی هستن؟ میگه: الفرارون بدینهم. کسانی که به دینشان فرار میکنن. الله اکبر. یجتمعون الی عیسی ابن مریم علیه السلام یوم القیامه. در نزدیک قیامت که میرسه عیسی علیه السلام نزول میکنه، اینا که در گرد و حول عیسی علیه السلام که جمع میشن. و امام اجر رحمه الله میگه: فإن قال قائل ما معنى قول النبي صلی الله علیه وسلم بدأ الاسلام غریبا و سيعود کما بدأ؟ میگه معنای حدیث رسول صلی الله علیه وسلم چی است که فرمودن اسلام با غریبی آغاز شده باز دوباره غریب میشه؟ میفرماید قبل از اینکه رسول صلی الله علیه وسلم به پیامبری مبعوث شوند، مردم به دینهای مختلفی بودند، یهود و نصارا و مجوس و بنده های بت ها و اینها. فلما بعث النبي صلی الله علیه وسلم كان من اسلم من كل طبقه منهم غریبا فی حیه غریبا فی قبیلته. میفرمایند که کسانی که به رسول صلی الله علیه وسلم هم ایمان آوردن، مردمای غریبی بودند که در منطقهشان، در قبیلهشان، مستخفیا به اسلامه، که اسلام خود پنهان میکردن. قد جفاه الاهل والعشیره، که اهل و خاندان و قوم خویشاوند گز بر اونا گز جفا میکرد. فهو بینهم ذلیل حقیر، که در بینشان ذلیل و حقیر بود. محتمل للجفا، که جفا و ظلم از اونا رو تحمل میکرد. صابر علی الاذى، که بر اذیتشان صبر میکرد. حتی اعز الله عز وجل الاسلام وكثر انصاره وعلى اهل الحق وانقمع اهل الباطل فكان الاسلام في ابتدائه غریبا بهذا المعنى. میفرماید که مؤمنین اونقدر غریبی و غربت بودن که اسلام خود پنهان میکردن از طرف قوم خویش و خاندان و مردم که از بر اونها ظلم صورت میگرفت. در بین مردم که ذلیل و حقیر بودن صبر میکردن در مقابل اذیت ها، تا زمانی که الله سبحانه و تعالی اسلام
اسلام عزت داد و انصار و یاری دهنده های اسلام زیاد شد. الله تعالی باطل کس نابود کرد. و آجری رحمه الله میگه که رسول صلی الله علیه و سلم گفتن و سیعود غریبا، که دوباره اسلام غریب میشه. میگه معنایش ای است ان الاهواء المضله تكثر فيضل بها كثير من الناس. میگه معنایش ای است که اهل بدعت زیاد میشن، اهل بدعت گمراهی ها زیاد میشن و بسیار از مردم گمراه میشن. و یبقى اهل الحق الذين هم على شریعه الاسلام غرباء في الناس لقلتهم. میگه کسایی که اهل حق هستن اینا به شریعت اسلام باقی میمانن و اینا بسیار کم هستن، غریب هستن، به خاطر قلتشان غریب هستن بین مردم، به خاطر کم بودنشان غریب هستن. فصار غریبا فی دینه لفساد دین اکثر الخلق. این غریب میشه که میبینه اکثر مردم کس به دینشان فاسد شدگی هستن، خراب شدگی هستن. غریبا فی معاملته لکثرت فساد معاش اکثر الخلق. میگه غریب میشه در معاملهش به خاطر میبینه که اکثر مردم کس در زندگی کس فاسد شدگی هستن. غریبا فی مؤاخاته و صحبته لکثرت فساد صحبت الناس و مؤاخاتهم. غریب میشه که یک یار، یک رفیق، یک برادر کسی رو پیدا کردن نمیتونه به خاطر که همه مردم خراب شدگی هستن، اکثر خراب شدگی هستن. لا یجد علی ذلك مساعدا یفرح به. کسی رو پیدا نمیکنه که به وسیله از او کس در کنار از قرار بگیره و خوشحال شوه. ولا مؤانسا یسکن الیه. کسی رو پیدا نمیکنه که در کنار از او کس یعنی انس بگیره. فمثل هذا غریب مستوحش. میگه مثال این غریبی که تنها ماندگی است، لانه صالح بین فساق، به خاطر که صالح است بین جمعیتی که فاسقین میباشن، و عالم بین جهال، و خودش عالم است بین مردمی که جاهل میباشن، و حلیم بین سفها، و بردبار میباشه بین مردمی که بیعقل هستن. یصبح حزینا، حزین میباشه، غمگین میباشه. کثیر غمه، غمش بسیار زیاد است. قلیل فرحه، خوشحالیش بسیار کم میباشه. که انه مسجون، گویا که در زندان باشه. کثیر البکا، زیاد گریان میکنه. کالغریب الذي لا يعرف، مثل غریبی که اصلا شناخته نمیشه. ولا یأنس به احد، کسی به انس نمیگیره. یستوحش منه من لا يعرفه، کسی که او را نمیشناسه میترسه. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وسيعود غريبا كما بدا. آجری رحمه الله میگه که این معنای قول رسول صلی الله علیه وسلم است که فرمودن دوباره اسلام غریب میشه مثلی که از ابتدا آغاز شده بود. و آجری در ادامه میگه فلو تشهده فی الخلوات یبکی بحرقه. میفرماید او را در خلوت ها گیر بکنی میبینی که از گریان میکنه با سوز بسیار زیاد. و دموعه تسیل بعبره، میگه اشکاش میریزه. فلو رأیته و انت لا تعرفه لظننت انه ثقل قد اصیب بمحبوبه. میگه اگر او را ببینی و غریب ببینی که او را نشناسی، میگه گویا فکر میکنی که به اون مصیبت رسیده باشه، محبوبه خود از دست داده باشه. میفرماید ولیس کما ظننت، چه قسمی که تو گمان میکنی و قسم نیست. و انما هو خائف على دینه ان یصاب به، بلکه او میگه به دینش کس میترسه، به دینش میترسه که یک مصیبت بر دینش نرسه. لا یبالی بذهاب دنیاه اذا سلم له دینه. به قصه دنیا نیست که دنیا چی میشه، دینش سالم بمانه، به قصه دنیا نمیباشه. وقد جعل رأس ماله دینه، رأس مال یعنی سرمایه خود دینش قرار داده، دینش سرمایه‌اش است. تمام هم و غمش هم است که دینش چقدر سالم بمانه. یخاف علیه الخسران، میترسه که زیان نکنه، میترسه که در اسلام خود که زیان نکنه. کما قال الحسن رحمه الله، چه قسمی که حسن بصری رحمه الله گفتگی است، رأس مال المؤمن دینه، سرمایه من کس دینش میباشه. یقینا به همین قسم است، چه قسمی که حسن بصری رحمه الله گفته، چه قسمی که آجری رحمه الله گفتگی است. و امروز ما عیناً میبینیم غربا را، عیناً امروز ما برادرای خود میبینیم، اهل اسلام مسلمین میبینیم که اینا چقدر در بین مردم غریب هستن. و همین شکل آجری رحمه الله گفتگی است، از تنهایی زیاد، از غربت زیاد گریان میکنن، گریانی که از آتش میباشه. اگر کسی اونا رو ببینه فکر میکنه که یک مصیبت دنیایی برش رسیدگی است، در حالی که قسم نمیباشه، بلکه به خاطر که دینشان سالم بمانه به خاطر از گریان میکنن. و تمام هم و غم یک مسلمان این است که دین خدا چه قسم سالم بمانه، و این حال غربا میباشه. الله سبحانه و تعالی ما را جمله غربا قرار بده، الله سبحانه و تعالی ما را ثبات بده. واقعا غربت سخت است، خیلی سخت است. چه کسی در این غربت کس تاب میاره، چه کسی استقامت میکنه، کسی استقامت میکنه در این مسیر میمونه که الله سبحانه و تعالی بر او رحم کرده باشه، الله تعالی او را انتخاب کرده باشه در این راه. الله سبحانه و تعالی بر ما رحم بکنه، الله تعالی از ما در راه دین خود کار بگیره و الله سبحانه و تعالی ما را در دنیا و آخرت کس از جمله اهل خسران قرار نده، کسانی که در دین و دنیا که زیان دیدگی هستند. الله تعالی ما را از جمله آنها قرار نده. الله سبحانه و تعالی دین از ما نگیره، اسلام از ما نگیره، توحید از ما نگیره، ما را در ملت ابراهیم علیه السلام بمیرانه. و صلی الله و سلم علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین. آمین برحمتك یا ارحم الراحمین.